ابلوا ما گفته بودم کوچه میاین آخی ابلوا اومد سکس خونه در اومد دکس بدای وای کمدیتش رئیسای جماعت بر وقت‌ها بگی همینا چیکارت میکنه دروغ مان گفتی که بچم در مسکو اوچم گفتن خدمت رفتن نکاری هر سرسختای. سلام مخلصان عزیز، امروز ما کلیپ ابلوا رو بنوار گرفتیم. خدا خواهد بعد از 2 روز پیشکش شمایان میگردانیم. شناس شوید مادر جان ما و رئیسای جماعت با ما باشه. راست میگه. تو همش امضاشو گرفتی؟ همش جا به جا کردگی خب؟ تو خب مجلس هم سر میکنه. خانه سلام دوستان عزیز، برادرها، همدیها. خیر سبب جمع شدن من هم تو خودتون میدونید. خیر راستی که بی دخترک کاتبه نام اینا ناو کرده گرفتم. خیر حاجت شناس کردن نیست. خودتون میشناسید دختر دهه خمونه. حالا ما مجلس شده گفته اعلان میکنیم و بیا همین دستاول همین کارو کنیم. زندارو همین طرف بسنو بزنو ایسو بگذارن. کسی زندارو ایسو بگذارن. فقط بزنو. خدمت میوانم. نه مسئله خدمت نیست. بگذارین. انا راستیگا همش نامنویس کردگی نه؟ نامنویس کردی نه؟ انا زندارو این طرفانا. دادا. و تو روزمون میتیم مجلسمون بگذارونیم. اسم داوی یکی قطار زندارو یکی قطار بزنو چی در داری تو؟ محترم رئیس شما گفتین که زندارو یک طرف بستن بزنو یک طرف بستن و ما در فاتحه هم ما در کجا بستم. سلام علیکم متاجون. سلام علیکم سلیمه. ممکنه اشتن؟ بیاین. سلام متاجون. سلام علیکم. بشین. سوزن تینجن متاجون. رحمت. سفر گازت بخیر. خدا میشنه. سفر بخیر. خیلی چیکار کنیم دیگه؟ همین پنسیونر شدی دیگه همین گازت میخونی کتاب میخونی. پنسا توغرشین همارا دو سوز کردن نفر. رحمت. اگر گفت چی باشه بگیم با من خدمت میکنم اوتا. یگو اونجا تشویش نکرد. همه 100% شید. با پنسام زیاد چیده خدا رو شکر. پنسا زیاد چیده. خوندنی هم سوز اوخی؟ سوزای. من کار بونم بسیار اوتا. هم کارم با درجه بسیار خیلی میدونی که سوی کور چی اوخی. این طرف اون طرف دیگه سودو. انا من یا دوبته برام. دوبته. کارو بسیاره. کارو بسیار اوتا جان. دوم بته که خیلی الهی آمین. خداوند برای کار سر فرزند عطا کنه. خدا جان یک ماشین نو بگیری. آمین. الله اکبر. رحمت اوتا جان. رحمت اوتا جان. این هر بگی برو. و خیلی اگون چک میگیری با منی؟ من رحمت. او چما دودگی هم؟ رحمت. خوب اوتا جان. روی صفحه. خوب. برای کار. خدا بایی به دولت چی. رحمت. و نرفته خیلی اکل. اوخی منم دوبته نوتا امروز من امتحان دارم. امتحان داری ها؟ امتحان؟ این رو بخواه تو باشم. این رو بخواه. رحمت اوتا جان. الهی آمین. خدا جان همین امتحان بابای خوب علا بسپاری. الله اکبر. رحمت اوتا جان. فرمای. رای صفحه. بچه های ساده. مردک بچه ها رفتن؟ ها رفتن. ای مردک تو همی هر سال ما دو وعده میکنی تو در همی وعدات یگان بار وفا نمیکنی. او چی خدمت کنم زنه جان اینو بگو تو که من چی خدمت کنم؟ آخی مردک جان یه ماه پس زمستان میدرویم. او با چی زمستان میدرویم؟ آخی ما پالتو ندارم. الهی آمین. خدا جان همین زمستانی می آمده دیگه هم گرم بیاید. یه بارای، 2 بارای، 3 بارای بزار شدم ای تو. ما انیق ای تو جدا میشم. فهمیدی؟ تو چی قضوری کدستی؟ جدا میشیم اما ای تو جدا میشم. ایسی بیا کنی زوری؟ ایسی بیا؟ آلی بیز؟ آوسی بیز؟ تو چی ای قضوری کدستی؟ اینی زنکای همسایه عبرت بگیری چو میکنن؟ رفتار و گفتار و پیندار و حرمت ایزد شما دو زنکا هست هم خیلی. شما زنکا مست دیگه یک بار برای کار کنین مهنت کنین پول بیارین خانه رو تامین کنین با خد شوهر میفهمین. شما مردکا پس شدگی نکنین. شما بلند دیگه. خوب شدگی. من خاطر همه کودکا ایستادگی بودم. اگر من یه روز کتی زندگی نمیکنم. فهمیدی؟ انیق آخیان؟ انیق. انیق
انیق جدا با عریضه شکایتیت کو نویستگیم زنگ زدگیم هازی میایم میایم کشکه کو بیایم کشکه میایم. ما آرزوی درینی ما عملی میشه آرزوی درینی حالی میبینه با چه به قدر میرسی حالی بستکاری چه خیلی که شما میرسین انا مردکان منم خیلی به قدر شما میرسن حالی بین حالی بین حالی آدمش خیلی باید حالی به کدام میگه حالی حالی میبینی سرما خوردیه می خور آیسی اونا که پیشونده آیسی بیا زوری کن مردی اوزی به کو بیا آیسی میترسم و زوری میگم میترسم بستاز تخت قیده استادگی هم یا پا بیزور کردین شما خیلی ما هر روز بریم خونه شما شکایت کردین بین شکایت و عرضه نویسگی دونه ببینین اونجا هر روز ما رو گرن میکنن اخی ای طرفی سود چه خیلی شما سوز یا کتینجی نه شما نازی کن میشه و سوز نمیدین شما عرضتون رو نویسین اینایی میگون بیا بریم نمیروه چی با نمیدین شما؟ ای باور که اکی سودیا من بیزار شدم این زندگی روزی درست شوی درست جنگ وقت سلام و بیرون شده ما جدا میشیم سود ما که سودیا نیست ما رو هم سود رو روان کردن اجرا چی سود ما؟ برای هم شما گرن کشیدین اکی اجرایسی سود بخشش من باور که منم بفهمه نخری خیلی خاطری کودکاتون ندید خاطری هیچ ندیدید شما همه عریضه شکایتی که نویسین برای شوهرتون نویسین نه بسیار جدا میشین شما هم برای عائلتون همه که نویسین بیاری و یک نه قانونا ما بگیرین خلاصه برین کو چی میکنین چی میشه زندگی میکنین نمیکنین برین تو برین اپای کورتون شین خونه‌تون رو تقسیم کنیم مثلا فرزندتون رو تقسیم کنیم ملکیتتون رو تقسیم کنیم تمام بریم که ما میسیم هم کردن هر روز برای همیش مومی یکم بود من خیلی شرمنده ای توبه کردم نه جدا میشم نمیکنم زندگی نمیکنم شما تمام دیگه فکراتونو کردین در حقیقت جدا میشین جدا میشیم دو سال من همین فکرمو کردم شما هم یعنی گوخین خیلی تمام تقسیمات مولدا میگذارین گوش کنین خیلی خونه دارین خونه دارین ماشین هم دارین یا ماشین داریم کلیته خیلی ماشین دارین آنا با چی تلویزیون دارین با چی دارین خیلی کودکا خیلی هستن جنازه که صاحب 4 فرزندو هستن آنا خلادیلیک استرانی ماشین کاندیشنر همش هست تلویزیون دیویدی سی دی همش تمام روزگار خونه هست خیلی تقسیم میکنین آنا گوش کاکا خونه شما پونه شما فهمیدین نه ماشین شما پوشین شما فهمیدین آنا تلویزیون شما تلویزیون شما فهمیدین کاندیشنر شما پاندیشنر شما فهمیدین دوخن کورپاچو خود پورپاچو خود قالین پلاسو شما قالین قلاسو شما میشه فرزندو بده فرزندو همه دا چیز در حیات همین فرزند در کره 4 تا یا 4 تا نیکی خیلی 4 تا هم به مادر نمیشه اونو خیلی مایلی تقسیمش میکنیم فرزندو شما فرزندو ایو همه رو تقسیم کردیم دیگه اگه اعتراض نیست سوال نیست یه سوال دارم رفیق سودیا تست کن من همین شما رو نفهمیدم چی ما نفهمیدی همین شما سودیان یا که پودیا Yo male نمیرم دیگه مامون صادق نمیرم Amir bio بریم بعدی نرا بیزار شدم مامون صادق فقط کاشای هیچ نه نمیرم بارم باش یاسم تبا میرم میتم جونیو تا دوستمت میتم دوستم یو بریم تو چه کاری جورت بازی کن بچه بیزار من علیفا میخونم برا میخونم علیفا ایجوردار جودا تجودا بیشتر من علیفا میخونم من کام غمم نته بچه مخی کارم دا در میشه راه بگرد با بیگاه من میام تو را میبارم با دوستمت میتم بعد اینگاه میام با میرم این خوزکار رو بیدی هر یک این افسانه بیه انا برکلی جورود بوزی بودم همه کسا هزی خونه میره ایدر میدرویم در پدر و مادر چی میگه؟ ملادس همه کسا هزی به خونه میره یکم تو خونه میری گوش که سردی خونه میری گپای گفتگی من یک تا به یک تا دوتر میرسونید فهمیدی؟
خونه تست همه کسا رفته پکا معلومه مایل خیلی گپو من همه شما خودم میفهمم فهمیدین؟ مایل اوتا؟ ای اوتا کجا دو مگری متر کوفته سام ترا کیو ما خودم آمدم او نه ایستادی آخه من این همین ماشین این زوادید میرفتم دید میآوردم معلم من گفت که اوتا تو بگو دویم بار ماست نیو یا او من معلمه تا چی گندگی کردم برای چی؟ برای چی که معلمه گفت که هر وقت که اوتاد ماست میایا در جای تر ببره مره میبره